سلام دوستان، شاگرد اعظم هستم و توی این ویدیو قراره بهتون یاد بدم که چطور یک موشک بسازین و بتونیم با اون پرواز کنیم. خب بریم سراغ آموزش. خب الان اینطور که میبینیم بذارین وسایل ساختمون اینه و خود موشکمون الان این بالا یکی هست، اون برم یکی هست، اینجا هم یکی بود خوشینه، همینجا یه موشک هم هست، استفاده کردیم روشنش هم کردیم رفته بالا. میبینیم این بود موشک ما. ابسیدین هم متوقف میشه، اگه سرش ابسیدین بذارید تو هوا متوقف میشه. خب وسایل مورد نیازمون اینا. خب آموزش شروع کنیم. حالا وسایل مورد نیاز. اولین وسیله آیرون بلاکه، یعنی بلاک آهن. این بالا هم نوشته، اگه نتونستیم بنویسین این بالا نوشته اینا آیرون بلاک. میبینیم بعد استیک پیستونه، اینا استیک پیستون هم پیستونه که چسب داره سرش. میبینیم خب اونم 5 تا میخوایم. بعدی اسلایم بلاکه که اونو 15 تا ازش لازم داریم، اینا بلاک اسلایم. بعدی ابزروره که ابزرورم کلا 5 تا کافیه واسه ساخته میشه. ابزرور میبینین، ابزرور بعدی همون فندک یا فلینت اند استیله که یه دونه کافیه چون واسه روشن کردن موشک رو میکنیم. بعدی یه ماینکارت، همون قطار یا واگن. بعدی ریل میخوایم، یه دونه ریل میخوایم که بعداً چون من 64 تا ریل گذاشتم، یه دونه میخوایم که کلاً 64 تا گذاشتم. یه دونه ابسیدین هم میخوایم واسه متوقف کردن موشکی که شما نمیخوایم متوقفش کنید. ابسیدین میخواد چی؟ خب بریم بسازیمش. اول یه نقطه‌ای وای میسیم، من اینجا کندم اینجا بود، همینجا یک، نه اینجا یه دونه میذاریم، اینجا هم یکی میذاریم. میبینیم توی راستا قشنگ وسطش اینجوری یه خط هست، یکی اینجا یکی اینجا. حالا اگه همین وسط باشیم راحت میتونیم بسازیم. بعد کاش زیرم خالی نبود. یکی اینجا یکی اینجا رو همشون یکی گذاشتیم. ببین حالا یکی میزنیم بیان اینا جلو. دیدین؟ خب حالا این وسط که وایسادیم میان یکم بغل، بعد اینجا چه کنمش این بخش کلیک میکنید تا یکم زیاد افرام.
و یه دونه از اینا بذاریم اینجا. ببینید به شکلی که این نقطه قرمز اینجا باشه. اگه نقطه قرمز اینجا باشه واسه تستش درست بودنش ببینید یه بلاک میذارم اینجا، این چشمک میزنه، دیدین؟ پس درست کار میکنه. حالا یه دونه پیستون روش میذارید، دورش رو اسلامی میذارید، دیدین؟ خیلی ساده بود دیگه. حالا 2 تا اسلایم میادیم بغل، دوباره از اینا 2 تا میذارید، یکی این سمت یکی این سمت، ببینید؟ زیرشون هم پیستون میذارید به شکلی که این سرای چسبونکیش بیاد پایین، این سر پیستون پایین باشه. همین کار اون بغل هم انجام میدید. این گوشه ها برید وایستید، میتونید راحت کار انجام بدید. دیدین؟ کامل درست. این صورت ها باید بالا بیفته. الان موشک ما کاملا دیگه داره آماده میشه. فقط 2 تا از اینا میخوایم، یکی اینجا ریل میزنیم، یه دونه ماینکارت روش. حالا این زیریه رو میکنیم به این شکل درست شد. فقط نخونیم به این ریله که پرد میشه پایین، دوباره این کار میکردیم. اشکالی نداره. اگه مثلا ریل پرد شد پایین، یه بار دیگه یه دونه این بلاک آهن رو میذارید، یه دونه، حالا من آهن نمیذاشتم، اگه میخواین راحت تر بکنید تو سروایول اسلایم بذارید، بعد روش یه دونه اینا میذاریم و میکنیم. دیدین دوباره پاکت. واسه فعال شدنش هم باید یه دونه بلاک بزنین زیرش یا اینکه آتیش بزنیدش. الان این موشک ما آماده است، کاملا کار میکنه، سرعت هم میره بالا. هر چقدر گوشیتون یا تو کامپیوتر هم میشه ساخت نسخه جاوا، هر چقدر سی پی یو بهتری داشته باشه این بهتر حرکت میکنه و لگ نمیخوره. حالا ما آتیش میزنیم. میتونید روش وایستید یا اینکه اگه میخواین بشینید وایس بدن که لگش بشینید روی ماینکارت نگه هم داریم میشینید. اینجا نشستیم. اینکه این جامپ اسکیل میاد روی سطح واسه اینه که هم لگ میخوره میده پایین. اگه شیشه بذاریم این لگ برطرف میشه. خب میاییم بالا، اول میکنیم میزنیمش یه پیتون دیرین وایسا. یه دونه ابسیدین، میگم پیستون ابسیدین میذاریم روش وای میسه. خب ما جای آهن اینجا شیشه بذاریم که لگ نخوره. شیشه سفیدم خوبه. 2 تا شیشه، یه دونه ریل روش میکنیم. بعد دیگه الان نمیشه زیرش آتیش بذاریم دیگه، پس یه بلاک قرار میدیم زیرش، مثلا شیشه. برو ببرم شده میدم بابایی تباش دیگه که نکن. میبینید الان یه لگ نمیشه، یه یهو نمیشه بایسته خسته نباشه که میشه. نمیدونم مشکل از کجاست. شیشه که دیگه راحت میذاری توش. اینو بذاری کنیم. نه دیگه خرابش کردم. خب چون خرابکاری کردم، ولی خب دیگه حالا میخوایم برگردیم زمین. آی چی شد؟ یه بلاک اون برتر گذاشتم ای خدا.